ما تمامی کار کردم نکن. ما خودمون از دورهای زمانی خردسالیمون نورسیمون باید بیاریم دوره مکتب خانیمون کدام شرایط در مکتب میخوندیم کنه و حاضر شرایط زمانه دیگر است. یگان چیز را دریغ نداریم. با مخصوصا تربیت کردن نسل جوان ساحه علم معارف یگان چیز را دریغ نداریم. برعکس پدر و مادرام آموزگاران با پدر و مادرها کار کردم سخت کار کردیم. از آموزگار از شما وابستگی بسیار رو مثلا روبروی دانشکده عالی اینم حاضر 30 سالگی است. راست شگم شکرانه کردم مداکار ملت تاجیک مردم تاجیکستان ما شما با شکرانه کنیم که ما دولت صاحب استقلال داریم، وطن داریم، اعضای کلی سازمان‌های بین‌المللی هستیم. ما را امروز تاجیک‌ها را نه اینکه میشناسند در عرصه بین‌المللی بلکه تشبس‌های تاجیکستان را دستگیری میکنند. عملی شده ایستاده است در تمام دنیا. این باعث افتخار است. باعث افتخار است. اگر ما حس ملی نداشته باشیم، حس بلندی وطن دوستی نداشته باشیم، یراق هسته‌ای نداریم، خودمان انا همین چیز برای ما شما یراق هسته‌ای است. وحدت ملی، صلح و ثبات کامل، سرجمعی ملت، سطح بلندی خودشناسی، حس بلندی وطن دوستی، وطن پرستی متحد باشیم. این بزرگترین یراق است. ما خود را حمایت کردیم. مرحمت من در خدمت شما. همه چی که در بدن داریم حاضر لباس همش از خارجه است. همه پای افضال ما هم از خارجه است. حالا که اشیای خام اینقدر پوستی که در ما است این چند ریسپوبلیکا را بس از پای افضال. یا اینکه پخته ما استحصال میکنیم، متا استحصال میکنیم، هنری نداریم که برای مکتب بچه لباس دوزیم. هنر اینه برای مکتب بچه ها پورا وای نمیکنن. چند سال مجبور کرده ایستادیم که هر یک نایه برای مکتب بچه های نایه خودش 2,100,000 قریب خواننده است. یک کرته دختر در 2 میلیون کرته در کار نمیکنن. همین ماشینکه است ماتیرا میگیری یک ترا در کار دختر پیشکش کردن در کار است. همه از خارج آمده است. رحمت روبرتی حکومت شهر من در شهر صنعتی ماشین سازی را آیسته آیسته برای آماده ایستادن. الان چند نموداش شما شهر من سوار میشیدون این اتوبوسایی که اختراع شهر است پایتخت. این افسانه است در شهر ترالیبوس استحصال میکنند. اتوبوسایی که به بنزین، باتری قطعی، الکترووای قطعی. الان که برآمده ممکن که آینده سیرینی وایش برآمونند. لیکن این یک با همیده با متخصص انجینیرای وای در کن. تکستیل سوای صنعتی سبودن. متخصص را از خارج آورده شد. تکنولوژی بیاریم نمیتونیم. دولت ها همون دولت های روش میکنن ترقی میکنن جهانی عصری نو که از لحاظ تکنولوژی و تکنیکی پیشرفته است. همه چی را میخریم. همه چی را. ما فقط برای کار. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی. من زبیدالله‌زاده مولوده، خواننده صنف 8 مؤسسه تعلیمی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالیاقت شهر دوشنبه می باشم. اجازت فرمایید شما را به روز دانش در 30 صلح و به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، جشن مبارک و مقدس ملی و تنتنه دولتداری و صاحب اختیاری و خودشناسی و خودآگاهی تاجیکان صمیمانه شاد باش گفته اظهار احترام و سپاس و افتخارمندیم را برای شرکت در این درس تاریخی صلح که آموزگار و پند دهنده شما شخصیت برجسته دولت ساز، وحدت آور و صلح آفر سطح جهانی و روشنگر علم و معارف دوران استقلال می باشد ابراز نمایم. سلام علیکم.
شما را هم تبریک. ما در وطن آزاد دنیای دیگر داریم. با پرچم استقلال احیای دیگر داریم. خوش باد چنین پیشوا که از ملت خود برخاست، با ملت سازنده در شاهراه احیاست. سلامت باشید. سلامت. محترم پیشوای ملت، برای ما نسل امروزین تاجیکستان صاحب استقلال باعث سرفرازی است که با هدایت و راهنمایی شما در مؤسسه های تعلیمی جوابگو به طلبات معاصر تعلیمی تحصیل نموده امکان داریم دانش اندازی خود را عمیق، زباندانی خود را قوی و به آینده رخشنده خویش خوشبین باشیم. با شکرگزاری از دوران آسودگی و امانی و صاحب اختیاری و صاحب استقلالی میخواهم از نام همه همسالانم برای آفتاب نوربخش صلح، برای پرچم با وقار ملت، برای آسودگی مرز و بوم، برای آزادی و آزاداندیشی، برای مکتب‌های برهوا و معاصر، برای شرایط مساعد تحصیل، برای تربیت یافتن در آغوش وطن، برای چراغانی راه آینده و برای آسودگی خانه یگانه امان تاجیکستان عزیز، به شما بنیادگذار دولت صاحب اختیار، پیشوای محبوب و معظم ملت، اظهار سپاس و منتداری نماییم. به وقت ما سلامت و سربلند باشید پیشوای معظم ملت. تشکر برای توجهتان. روز صلح و دانش مبارک. محترم پیشوای معظم ملت، من بیشتر فن زبان و ادبیات رو شوق و رغبت زیاد دارم و در آینده میخواهم روزنامه‌نگار شوم و مکتب تجربه صلح آفر شما رو و تنجی و امانی و صلح و ثبات ملت تاجیک رو در تمام مملکت‌های دنیا رسانم، پهن نمایم، اثبات نمایم و دختر سربلند تاجیک بودنم رو در تمام مملکت‌های دنیا اثبات نمایم. خانه داشتم روزنامه نگاریم، تک میدانم روزنامه نگار میشه، شاعره میشه، اینقدر سخندان، سخنور، بله، با غیرت. موفقیت شما باد. رحمت. تشکر زیاد. محسن. کانالی ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.